سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو میخوام بهتون در واقع کانکت شدن چت جی پی تی با فتوشاپ رو به طور کامل بهتون آموزش بدم. چت جی پی تی و فتوشاپ خب اینا همه اکانت هایی هستن که پولی هستن. من خودم فتوشاپم رو در واقع ماهانه هزینه میکنم، پول میدم برای اینکه بتونم اورجینال داشته باشمش. مثلا کل ادوبی هایی که دارم مثل پریمیر، فتوشاپ، افتر افکت، تمام اینا برای من پولی هستش. ولی چت جی پی تی یه آپشن جدید آورده که شما میتونید بدون اینکه پولی اکانتی رو داشته باشی اینا رو با هم وصل کنید و ازشون استفاده کنید. چت جی پی تی ماهانه 2 تا 2.5 میلیون، حالا بستگی به هزینه دلار اینها داره، شما باید هزینه میکنید برای اینکه بتونید گزینه پلاس یا فروش رو داشته باشه. البته فروش که 20 میلیون 25 میلیون باشه. ولی ما در این ویدیو خیلی ساده میتونیم بدون اینکه اکانتی رو بخریم روزی حالا 5 تا 10 تا هر چقدر که بستگی داره، حالا بهتون میگم تا انتهای ویدیو با من باشید، بهتون میگم که باید چیکار کنید، خروجی مختلف رو ببینید. مثلا بیزنس هایی که آنلاین هستن و میخوان لباسی بفروشن، محصولی بفروشن، اینا رو بدون اینکه هزینه آتلیه بدن و عکاسی بکنن میتونن توی خونه با یه موبایل خیلی ساده با یه نور خیلی معمولی عکاسی بکنن و تبدیلش بکنن به عکس‌های آتلیه‌ای که بتونن در وبسایتشون، در اینستاگرامشون به نمایش بذارن و به فروش بذارن. خب من همین الان میخوام براتون کار انجام بدم. میرم توی اکانت چت جی پی تی. اتفاقا این اکانتی که میخوام بهتون نشون بدم فری هستش، پولی هم نیستش. این منوی همبرگری رو میزنم، این پایین نوشته پردازی، میام اینجا یه قسمتی داره اپ ام کانکترز، اینو میزنم. اینجا برنامه‌های جدید اومده، قبلا اینا نبود بچه‌ها، تو همین 3-4 روزه انقدر زیاد شده. چقدر جالب. ببینید چیزی که قبلا بود فقط فتوشاپ و ادوب اکسپرس و ادوب آکروبات بود. من اینجا ادوبی فتوشاپ رو اینجا کانکت میکنم، میزنم و این با این کانکت میشه خیلی راحت. میام اینجا، این بالا زده که فتوشاپ اومده اضافه شده. من میام اینجا، حالا میام اینجا مثلا این عکس رو میزنم، همون حرکتی که پیش دوستان انجام دادم و میخوام اینجا برای شما انجام بدم. مثلا اینو میزنم، میام اینجا، بعد بهش میگم که این لیوان رو دوربری کن با اپ فتوشاپ. بعد فتوشاپ دوربری کن، میخوام مثل عکاسی در استودیو بشه، همین لیوان و کمی و اسپرسو هم بریز توش، بکش سفید بشه. خیلی ساده هم صحبت میکنم، هیچ چیز پیچیده و تخصصی هم نمیگم، نمیخوام صحبت کنم. شما بگی خب چون کارت اینه میدونی چی بهش بگی. نه، خیلی ساده. اسپرسو هم بریز توش، بکش سفید بشه، زمینه هم سفید بشه. میخواهم در منو وبسایت هم از این عکس استفاده کنم. خیلی ساده. خب ببینید چی میشه. این کار خوراک دوستانی که آنلاین شاپ دارن و محصول دارن و میخوان عکاسی کنن، دیگه نیازی نیست که شما برید هزینه عکاسی بدید. همین رو برمیدارید، یه عکس از لباست میگیرید، فقط یه ذره نورش خوب باشه، موبایلت هم هرچی بود، یه عکس ساده ازش میگذار رو به رو، مثل عکسی که من گرفتم، میذاری توی چت جی پی تی و بهش میگی اینو دوربرو کن، میخوام ببرش تو فضای آتلیه و میخوام توی وبسایت هم یا توی اینستاگرام ازش استفاده کنم. بفهم این عکس خیلی ساده اومد، این چقدر راحت، همون لیوان هم هست بچه‌ها، یعنی اصلا هیچ تغییری نکرده. حالا میام اینجا این نوشابه رو پشتش رو سفید بکن، عکاسی استودیویی میخوام باشه با اپ
فتوشاپ برام ادیت کن، زمینه هم سفید باشه، کنارش هم یک لیوان پر یخ باشه و در نوشابه هم کنار لیوانه باشه. میخوام این عکس رو برای وبسایت هم استفاده کنم. بچه خیلی راحت شما میتونید پس چت جی پی تی رو با فتوشاپ لینکش بکنید که بتونید کاراتون رو انجام بدید. ادوبی آکروبات چیکار میکنه؟ وقتی شما این دوتا رو با هم لینک میکنید، مثلا یک مقاله دارید 200 صفحه است انگلیسیه، پی دی اف رو آپلود میکنید توی چت جی پی تی و بهش میگید مقاله رو برام بخون، به طور خلاصه برام توضیح بده که توی این مقاله چه اتفاقی افتاده و چت جی پی تی اون کتاب 200 صفحه‌ای رو حالا هست چند صفحه که هست میخونه و خلاصش رو فارسی به شما ترجمهش رو بهتون میگه. اینقدر راحت. بچه این هم یه ظرف پر یخ، دقیقا همون چیزی که ازش خواستم و برام انجام داد. حالا چون فری هستش من نمیدونم الان میتونم دوباره بهش بگم یه کاری دیگه بکن یا نه. میخوام توی لیوان نصفش نوشابه بریزی از همون قوطی که کنارش هست. خب چون فری هستش من نمیدونم میتونه انجام بده یا نه. خب آره میتونه انجام بده. 3 تا عکس هم امروز بهش دادم که این احتمالا میپره بیرون دیگه، بیشتر از 3-4 تا نمیتونه انجامش بده. که همین الان ارورش هم اومد که چت جی پی تی تو باید پلاس باشه یا یه بار دیگه امتحان کنی. فکر کنم دیگه نمیتونم انجامش بدم، ولی قبلا انجامش دادم، عکسش رو براتون میذارم. مثلا این لباسی که من عکسش رو گذاشتم توی کمد خودم، یعنی همینجا آویزون کردم و ازش عکس انداختم، خیلی ساده. و حالا اینکه اگه بتونید اتو بزنید لباستو تمیز بذارید، پوز چیزی نداشته باشه، خب عکس شما بهتر میشه. من همینجوری از کمد برداشتم گذاشتم، یعنی نه اتویی نه چیزی. و این قاب عکسی هم که میبینید پشت سرم هستش. اون قاب عکس رو از ویترین برداشتم، یه عکس انداختم، همونطور که میبینید پشتش هم همه وسایل من هستش، یعنی پشتش اصلا تمیز نیست، پشتش آتلیه‌ای و کاغذ سفید نذاشتم. همون رو برداشتم به چت جی پی تی گفتم من اینو میخوام بفروشمش، تو سایت هم میخوام بذارم، اگه میشه پشتش رو برام سفید کن. ولی تاکید میکنم باید بهش بگو که با نرم افزار فتوشاپ این کارو برای من انجام بده بعد از اینکه سینکش کردی، نه اینکه بگی خودت برام انجام بده. شاید خودش هم انجام بده در بیاد، ولی بهتره که سینکش بکنی فتوشاپو و بهش دستور بدی که با فتوشاپ این کارو برای من انجام بده و خیلی راحت این کارو برای شما انجام میده. چجوری میتونید فری این کارو انجام بدید؟ بچه‌ها ببینید ایمیل ساختن که دیگه کار خاصی نیست. شما میتونید 5 تا 6 تا ایمیل بسازید. مثلا من فرهاد ایرانی هستم، اینجا فرهاد ایرانی 1، فرهاد ایرانی 2، فرهاد ایرانی 3، فرهاد ایرانی 5، مثلا 5 تا ایمیل میسازم و شما لاگین میشی، 2 تا خروجی ازش میگیرید، بعد دوباره لاگ اوت میشی، وقتی که نمیذاره میگه بعد پلاسش کنید، دوباره فرهاد ایرانی 2 رو میزنید، مثلا رضا کیانیان 1، رضا کیانیان 2، حالا هر اسمی که دارید اینو میزنید، لاگین میشی، لاگ اوت میشی، لاگین میشی، لاگ اوت میشی. و اینجوری روزی 5 تا ایمیل داشته باشی، روزی 10 تا عکس راحت میتونی انجام بدی. اگه عجله نداری که روزی 2 تا خروجی بگیری راحت، هر روزی 2 تا انجام بدی، در ماهش میشه 60 تا عکس میشه و فکر میکنم دیگه کافی باشه دیگه. 50-60 تا توی ماه کار برمیداره. چون شما اگه توی آتلیه هم بخوای بری عکاسی بکنی، خب قطعا آتلیه میگه 1 هفته 2 هفته 3 هفته طول میکشه ادیت کنی عکاسی کنی. شما برید که هزینه بکنی تو خونه 4 تا عکس خوب میندازی و بهش دستور میدی که این عکس رو تبدیل کن به آتلیه، بک سفید میخوام با فتوشاپ برام دوربرو کن، مثلا میخوام برم تو سایتم، اینستاگرامم، فلان فلان فلان. خیلی راحت. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. من تمام تلاشم رو دارم میکنم تا بتونم تولید محتوایی بکنم که به درد مردم بخوره. اگر دوست داشتید این سبک ویدیوها رو کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، لایک کنید
و هر سوالی هم دارید در زمینه تولید محتوا حتما برام کامنت بذارید. هر چیزی که دوست دارید من در اون زمینه یه ویدیو حرفه‌ای درست کنم حتما بهم بگید که من براتون درستش کنم. مرسی که تا اینجا کانال من بودید. بدرود.